خیانت علامه امینی در کتاب الغدیر. علامه امینی الغدیر را که می نوشت، علمای اهل تسنن تقریض می نوشتند. تقریضهای الغدیر خودش یک کتابیه. غرض این تقریضا رو که ما نوشته بودن خوندیم. آقا این تقریضا چیزای تکون دهنده‌ای داره توش. مثلا ببینید، امام جمعه، امام جماعت، مفتی، عالم، اینا تقریض نوشتن، نه که مردم کوچه خیابون. یکیشون نوشته بود علامه امینی: من کتاب تو را خوندم و عالم ها، امام یک مثلا منطقه‌ای، من کتاب شما را خوندم فهمیدم که 20 سال نادان بودم. خیلی حرف از یک عالم، خیلی حرف بزرگی است. یکی نوشته بود آیت الله امینی، علامه امینی: من کتاب شما را خوندم فهمیدم استادانم خائن بودند. ببین اینا چی می نوشت؟ امام جمعه، امام جمعه. یکیشون نوشته بود که من کتاب شما را خوندم دیدم تاریخ خائن بوده است. اینا خائنن، نیومدن حرفا رو ببرن. بینندگان محترم، کتاب الغدیر که روایات کتاب‌های اهل سنت را طبق عملکرد روافض قطع و برید ارائه داده، مملو از دروغ و افترا و برداشت‌های شخصی علامه امینی است. هیچ یک از علمای اهل سنت بر آن تقریض ننوشته، بلکه همه تقریض‌ها را خود امینی نوشته و به دروغ به علمای غیر معروف اهل سنت نسبت داده است. ثانیاً، علمای اهل سنت از کدام خیانت اساتید خود شکایت کرده اند؟ از اینکه چرا به آنها شرک و ندای غیر الله و قبر پرستی یاد نداده اند؟ چرا به آنها نگفتند همه اصحاب پیامبر و همسرانش مرتد شدند و نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شکست خورده از دنیا رفتند؟ چرا نگفتند مسلمان ها بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جان اهل بیت پیامبر و دخترش افتادند و آنها را به شهادت رسانیدند؟ چرا به آنها نگفتند که علی نعوذ بالله بی غیرت ترین فرد روی زمین است که حقش را غصب کردند، همسرش را کتک زدند و به گردن خودش ریسمان انداختند و غیره، اما او گوشه این نشست و زار زار گریه کرد؟ آری، علمای اهل سنت دین و عقیده خود را از قرآن فرا میگیرند، نه از روایات دروغین امثال امینی، کلینی و جامع الخرافات مجلسی. آنها صحابه و اهل بیت را در پرتو آیات قرآن میشناسند که میفرماید: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. محمد فرستاده الله است و آنان که با او هستند در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان. آنها صحابه پیامبر را از آنجا میشناسند که قرآن ایمان آنها را معیار قرار داده و فرموده است: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر آنها به آنچه که شما صحابه ایمان آورده اید ایمان بیاورند، به طور قطع هدایت یافتند. آری، دین و عقیده اهل سنت در پرتو آیات الهی پیش می رود، نه با افکار و عقایدی که در پرتو دروغ‌های امینی، کلینی و مجلسی ساخته شده است. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این ره که تو می روی به ترکستان است.